дар тибби халқӣ меваи қулфинайро барои табобати бемориҳои гуногуни меъда, ҷигар, бемориҳои дил, камхунӣ, ихтилоли мубодилаи намак ва ниқрис истифода мебаранд. бинандагони гиромӣ, айни замон ба шумо тарзи омода намудани мураббо аз қулфинайро нишон медиҳем. ما امروز به شما تیار نمودن مربا از کلفینای رو پیشنهاد میکنیم. در تاجیکستان ما کلفینای بسیار به حد زیاد حاصل داده شده است و موسم یکم علاقه به آخر است. موسم دومش از ماه ایون تا ماه آگوست آغاز می‌یابد. و من توصیه میدادم که در موسم دوم همه صاحبخانه زنها برای ذخیره کردن برای فصل زمستان از نمودی همین مربا از کلفینای مربا تیار میکردند. برای تیار کردن مربا باید چیکار کرد؟ کلفینای رو با آب تازه روان شسته، بعد از اون دمچه های وی رو تازه کرده، باز یک بار دیگر در آب روان میچایخونیم. بعد از آن ما باید دانیم که ظرف ما تازه است. ما ظرف رو آماده میکنیم. برای این ما ظرف رو با ساده خوراکوی تازه شسته، بعد از آن تمیز میکنیم و بعد به کار شروع میکنیم. بعد از آن که ما دمچه هاش رو جدا کردیم، در ظرف آماده شده جاگیر میکنیم و قبط شکر ریخته آن رو یک چند ساعت نگاه میداریم. برای آماده کردن مربا ما کلفینای رو آماده کردیم، یعنی تازه با آب روان شسته از دمچه هاش تازه کردیم. انا حاضر من یک چیز با شما توصیه داده هستم که وقتی که ما برای مربا پختن کلفینای رو انتخاب میکنیم، باید کلفینای حجمش یک خیله، رنگی پختنش یک خیله و سطحی پختنش هم یک خیله باید باشد. اگر کلفینای یک کلان یک معده باشد یا که پخته گذشته باشد و علاقه مربای ما به صفت نمی شود. اصلا در خانه ها، در قشلاق‌جاها، صاحب خانه زنها وقتی که کلفینایشون ویران می شود، کمتر ملایم می شود، میگن من مربا میپزم کودک‌ها میخورن. این نادرست است. برای اینکه برای مربا پختن ما باید حتما میوه های پخته رسیده، میوه های یک خیله، صفتشون خوب، خوشمزه و بوی خوش داشته را باید استفاده بریم. حاضر ما یک قبط کلفینای جو به جو میکنیم، یک قبط دیگه با بالای شکر میریزیم. از روی تکنولوژی برای استحصال کردن مربا باید از روی شرط‌های تکنیکی یا که استاندارد دولتی برای 1 کیلوگرم کلفینای 1 کیلوگرم شکر استفاده برده می‌شود. لیکن من توصیه می‌دم که در شرایط خانه از بس که ما این مربای حاضر تیار می‌کنیم و حاضر استعمال می‌کنیم 700 گرم شکر هم کفایه است. برای چه 700 گرم شکر کفایه است؟ این کلفینایی که ما استفاده برده هستیم کلفینای از گرمخانه میباشد و این کلفینای برای زمستان نگهداری کمتر ممکن نیست، برای اینکه آب بسیار دارد و کلفینای‌هایی که در آفتاب پخته میرسند، یعنی در موسم دوم از ماه ایول سر تا آگوست سپتامبر ما میتونیم استفاده بریم و اون محصولات ها رو برای ذخیره کردن برای زمستان توصیه داده میشود. مربا رو عموما مربا رو 3 کرته پختن که نازتر است، خوبتر است. برای چی؟ برای اینکه در وقتی که ما یک باره 1 ساعت 1 نیم ساعت و در حرارت 100 درجه می‌جوشانیم، در ترکیب همون محصولات یگان ماده‌های مینرالی یا که ویتامین هاش ممکن است که نماند. برای همین من توصیه می‌دم که مربایی که از کلفینای استحصال کرده میشه 3 کرته پخته شود. یعنی وقتی که ما با شکر تر کردیم 2-3 ساعت نگاه می‌داریم. وقتی که شکر پر را علاقه جبیده می‌گیرن کلفینای، ما می‌توانیم در حرارت پست تا جوش آمدنش در نگاه داریم.
وقتی که جوش میآید و ما نمیجوشانیم جوش میآید میگیریم خنک میکنیم این یکم کرات میشود کرات دیگه‌اش هم یک تا جوش آمدنش در حرارت نگاه می‌داریم بعد با خنک میکنیم بعد که خنک شد سوم کرات یک دقیقه میجوشانیم و ظرف‌های تیار کرده شده محکم میکنیم یکی از خاصیت‌های اساسی قلفینای در آن است که وی بر ضد کسری سرطان توصیه داده می شود بر ضد کسلی‌های خیره‌شوی چشم اینچنین تیز پیر شدن یعنی که پوستی بدن ویران می شود کلفینای یاری خود را می رساند یعنی برای توبت استفاده بردن ممکن است یا اینکه وقتی که شخص روده معده کسلی دارد بیمار است خوراکی وی استعمال میکند تیز هضم نمی شود اگر از کلفینای استعمال کند همون کار روده را میتیزاند یعنی و این هم فایده می رساند بغیر از در ترکیب کلفینای از گروه ویتامین های B هست گروه ویتامین های S هست و گروه ویتامین A هست که یعنی چقدر که ما گفتیم گروه ویتامین A این بر ضد کسلی های سرطان و بر ضد کسلی های خیره‌شوی چشم توصیه داده می شود وقتی که ما کلفینای را با شکر تر میکنیم قاشق را استفاده نمیبریم برای اینکه وقتی که ما قاشق استفاده میبریم همون کلفینای هایی که بوتون هستن میتونن ضرر بینن ضرر مکانیکی بینن وقتی که ما میجوشیم در وقت جوشاندن ما استفاده نمیبریم قاشق وقتی که پخته میرسد در همون وقت ما استفاده میبریم برای جدا کردن افشاره همین کلفینای ما باید 2-3 ساعت نگاه داریم با شکر تر میکنیم نگاه میداریم این زمان 2 ساعت گفته بودیم سپری گشت اکنون ما باوری حاصل کردیم که کلفینای شکری که ما ریخته بودیم جیبیده گرفت افشاره جدا کرد ما اکنون حاضر درباره تفدان تا جوش آمدنش نگاه می‌داریم مربای از کلفینای با طرز 3 کرته پخته آماده شد ما در مرتبه اول مربا را تا جوش آوردیم و در 2-3 ساعت نگاه داشتیم تا که پره خنک شود بعد از آنکه مربا خنک می شود ما مرتبه دوم یعنی دوم کرته ما وی را باید پزیم یعنی با تا جوش آمدنش در بالای علاوه یعنی آتشدان نگاه داریم بعد از آن با 2-3 ساعت دیگر نگاه می داریم پره خنک می شود مرتبه سوم جوش مدت 2 دقیقه 3 دقیقه جوشانده و ظرف های پیشکی تیار کرده شده یعنی تمیز کرده شده پر میکنیم کلفینای میوه است که کالری زیاد ندارد از همین سبب این کلفینای رو میتونن بیمارانی که با کسلی قند دچار شدن استعمال نمایند لیکن با جای شکر عادی باید عوض کننده های شکر ساخارین استفاده برند و کلفینای رو استفاده برند بغیر از آن من توصیه میدادم که برای هم کودکان هم نوجوانان هم کلانسالان در راسیون غذای هر روزه خود اقلا 200 گرم یا 100 گرم میوه تر و تازه کلفینای رو استعمال کنند